من اومدم با دستور پخت متفاوت یک سیب زمینی ترد و خوشمزه. اول از همه سیب زمینی هاتون رو پوست بگیرید و آب بس کنید و بعد اونا رو خوب له کنید. تقریبا معادل نصف سیب زمینی هاتون بهش نشاسته ذرت اضافه کنید، نمک و فلفل و حسابی ورز بدید که خمیرتون نرم و یک دست بشه. موادتون رو به مدت 1 ساعت در یخچال استراحت بدید و بعد توی کیسه پلاستیکی بریزید و به طور یک دست بند کنید. حالا کیسه پلاستیکی رو از 3 طرف باز کنید و موادتون رو به قسمت‌های مساوی تقسیم کنید. تکه های سیب زمینی رو توی روغن داغ سرخ کنید. یادتون باشه که روغنتون حتما داغ باشه. راستی نکته این سیب زمینی نشاسته ذرته که اگه کم باشه بافت سیب زمینی ترد نمیشه و موقع سرخ کردن از هم میپاشه. نوش جون. برای حمایت از من لایک و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله پایین رو فعال کنید که بقیه ویدیوها رو هم ببینید.